در این ویدیو میخوام بررسی کنم تمام سیستم های ایمنی که شرکت بزرگ و عجیبه بوش روی ابزاراش گذاشته. ببینیم بوش چه فکری کرده به حال ایمنی ابزارهایی که میسازه. خیلی جالب است، ادامه با من. خیلی روزبه هستم از تولتاک آیچو و خیلی خوشوقتم با تولتاک دیگری در خدمتتون هستم. همون اول برنامه بگم که اسپانسر این ویدیو وودریپر دانمارک هست که نماینده اون در ایران بتون‌های حرارتی وودریپر دانمارک رو میفروشه و شما میتونید با اطمینان از اصالت کالا و البته کیفیت کالا و قیمت بسیار مناسب این بتون‌ها رو خرید بکنید. اطلاعاتش هم توی کپشن هست که برید در وبسایتشون یا در پیجشون خریدتون رو انجام بدید. در تولتاک آیچو ما به صورت اختصاصی در مورد ابزار باهاتون صحبت میکنیم. ادامه رو ببینید، اطلاعات خیلی جالب و مفصل هست. بوش دو تا دسته‌بندی داره در رابطه با ایمنی ابزارهای خودش. دسته‌بندی اول برمیگرده به تکنولوژی جلوگیری از آسیب و دسته دوم فناوری ایمنی پیشگیرانه است. پیشگیرانه یعنی چی؟ یعنی در مورد راهکارهایی هست که شما از سایه دچار اون حادثه نمیشید و اثر دراز مدتی داره که بعداً دچارش میشید. مثلا گرد و غبار، مثلا سموم، مثلا بخارات سمی. میاد چیکار میکنه؟ یک سری ایده ای میدی که اینها رو از شما حذف کنه و روی ابزاراش پیاده کنه. اما یه سری تکنولوژی هست که مربوط به خود ابزاره، مثلا کیکبک ابزار یا نمیدونم سیستم‌های دیگه‌ای که وجود داره که از سایه باعث آسیب دیدن کاربر ابزار میشه. تو این هم اومده دو تا دسته‌بندی گذاشته. دسته‌بندی اول سنسور بیسه، یعنی بر مبنای سنسور هاست. یعنی یک سری سنسورهایی هستن که محیط رو سنس میکنن و یه سری ریاکشنی نشون میدن که تقریبا میتونم بگم همه این سنسور بیس ها روی ابزارهایی هستن که سری براشلسشونن، سری جدیدیشونن. یه سری راهکارهای ایمنی دیگه هست که الکتریکی و مکانیکیه که دونه دونه داریم اینا رو میبینیم. تو سنسور بیس ها دو تا تکنولوژی رو اومده استفاده کرده، یکی کیک بک کنترل و یکی دراپ کنترل. دراپ کنترل میاد چیکار میکنه؟ وقتی ابزار از دستتون سقوط میکنه یه ژیروسکوپی توش هست، این سقوط رو حس میکنه، این ضربه سقوط و اون در واقع شتاب ناشی از سقوط رو، اون گرانش رو حس میکنه و دستگاه رو خاموش میکنه. یعنی دستگاه که پایین میفته اگر مثلا فرز باشه، اگر دریل باشه یا هر چیز دیگه باشه دیگه نمیچرخه، کلا آف میکنه، خاموش میکنه. و علاوه بر که خاموش میکنه میاد سیستم ترمزش هم فعال میکنه که اگه مثلا فرز هست دیگه وقتی خاموش شد محورش خلاص نچرخه، این سیستم فعال میکنه. یه سیستم از کیک بک کنترل خیلی جالب. در واقع میان کیک بک رو از طریق سنسور حس میکنن. وقتی کیک بک اتفاق میفته یه تنش شدیدی به ابزار وارد میشه، یا اینکه مثلا تیغه قفل میشه، محور موتور قفل میشه، یا یه جریان هجومی کشیده میشه و بعد دستگاه دچار کیک بک میشه. سنسورها میان اینو حس میکنن که معمولا ژیروسکوپ محور هست یا مثلا شتاب رو حس میکنن و بعد میاد سیستم ترمز که سیستم بریک هست رو فعال میکنن. پس این دوتا تکنولوژی وجود داشته. یادآور میشم که بیشترین در واقع آسیبی که به ما کاربر در استفاده از ابزارا میرسه همین داستان کیک بک است. واسه همین که شرکت‌های بزرگ رو کیک بک خیلی سرمایه‌گذاری کردن. حالا برمیگردیم میریم به سراغ راهکارهای مکانیکی و الکتریکی که وجود داره. تو بحث مکانیکی و الکتریکی اولین سیستمی که بوش داره سیستم ترمز هوشمنده، اینتلیجنت بریک سیستم هست که سیستم خیلی جالبی داره که میاد وقتی ترمز رو فعال میکنه 70% سرعت بیشتری داره در متوقف کردن محور. توی مینی فرزهای بوش، مینی فرزهای جدیدش این سیستم فعال از سیستم جالبه. در واقع اومدن از یک تکنولوژی خیلی قدیمی استفاده کردن به اسم ادی کارنت. وقتی محوری داری میگرده، اگر شما یک صفحه مسی داشته باشید یا صفحه فلزی غیر رسانا که مس یکی از بهترین اونها هست داشته باشید، وقتی داریم میگرده اگر اون صفحه رو در معرض یک میدان مغناطیسی کنترل شده قرار بدید اون وای میسته، یعنی دچار ترمز میشه، یعنی انگار یکی اینو با دست نگه داشته. این از این سیستم استفاده میکنه که تو فرزاش دیدم. سیستم بعدی باز هم سیستم ترمز هوشمند هست که در واقع یک جور پروتکشن سویچ هست. اگر شما به هر دلیلی در سویچ هایی که در واقع پوش باتن هست،
یعنی سویچایی که شما حتما با دستتون رو نگه دارید تا اون کار کنه. اگه دستتون رو نیرو رو وردارید اون باید وایسته. تو سیستم معمولی وقتی دستتون رو از روی شاسی ور می‌دارید اون برق موتور رو قطع میکنه و موتور داره خلاص میگره. تو اون سیستم پروتکشن متفاوتی داره، در واقع روی سویچ کنترلی انجام میده که باعث میشه که وقتی شما شاستتون رو از روی شاسی ور می‌دارید، دستتون رو ور می‌دارید، کلا بریک میکنه، کلا ترمز میکنه. بعدش هم تو قسمت مکانیکی یه سیستم باحالی داره به نام روتیشن کنترل کلاچ. یعنی یه کلاچ کنترلی هست که میاد قفل شدن محور رو سنس میکنه که تو خیلی از ابزارهای دیگه هم هست، مثلا تو دیوالت و میلواکی اینا هم من دیدم. تو بحث مکانیکی یه سیستم فنر ساچمه‌ای خیلی ساده هست که در واقع این در کنار اون سیستم مکانیکی با هم قرار میگیره. میاد حس میکنه که کلاچ قفل شده و این قفل شدن و اون گشتاور ناشی از قفل شدن رو دیگه به بدنه مثلا بتونکن یا بدنه دریلای قدرتی یا بدنه دریلای سوراخکاری منتقل نمیکنه. و این سیستم دیگه دارن به اسم ریستارت پروتکشن. کارش چیه؟ شما ابزار رو روشن کردید دارید استفاده میکنید، برق میره یا منبع برق قطع میشه، وقتی وصل میشین ابزار دیگه خود به خود استارت نمیکنه. یعنی پیش‌فرضش برای شروع این که دستگاه خاموشه، بعد شما دوباره با سوئیچ بزنید، یا اینکه نه شما میخواید دستگاه رو استفاده کنید، دو شاخه رو میزنید به برق، یادتون رفته بود که مثلا سوئیچش رو خاموش کنید. اینجا این سیستم به کار میاد چون پیش‌فرضش اینه که دستگاه باید خاموش باشه. دیگه وقتی دو شاخه رو میزنید به پرید، دستگاه خود به خود روشن نمیشه که واسه خودش بگرده و دچار آسیب بکنه. این شد کلا سیستم‌های سنسور بیسش. برمیگردیم به فناوری ایمنی پیشگیرانه. اولین فناوری که داره سیستم ویبریشن کنترله که توی هر دستگاهی که ایجاد ویبره میکنه، ایجاد ضربه میکنه، مثل بتونکن، مثل چکش‌های تخریبی، مثل ایمپکت ها، پیچبندهای ایمپکت که ایجاد ضربه میکنه، میان این سیستم کنترل ویبره رو میذارن که این ویبره و این لرزش به بدن و به دست منتقل نمیشه و در نهایت باعث خستگی نمیشه. سیستم بعدی مربوط میشه به در واقع سیستم کنترل داست یا سیستم تصفیه گرد و غبار. تو خیلی از دستگاهایی که گرد و غبار تولید میکنه، مثل فارسیبور، مثل اره دیسکی، مثل اره میزی، مخصوصا مثل دستگاهایی که سنباده هستن، مثل سنباده گرد لرزون، سنباده تحت لرزون، سنباده اوربیتالی که دارن، حتی برای پولیشرها این سیستم رو اومدن استفاده کردن که دو تا زیر مجموعه داره. سیستم اول کلیک اند کلین سیستم هست که یه سیستم خیلی ساده و خیلی البته با کاربری جالبی هست که میاد گرد خاک رو با راندمان خیلی بالای جذب خودش میکنه. و یه سیستم دیگه دارن که یه سیستم جالب هست به اسم AXC Automatic Filter Cleaning که میاد فیلتر سیستم کلیک اند کلین رو به صورت اتوماتیک تمیز میکنه و باعث میشه که راندمان این سیستم بره بالا. امیدوارم روزی ما ایرانی‌ها هم شایسته این باشیم که مثل همه جای دنیا ابزار با قیمت عادلانه، با گارانتی اصیل و عادلانه و با کیفیت خوب بخریم و اینقدر اسیر ابزارهای مزخرف چینی و فیک و شبه برند نباشیم.